خب بریم بدون وقت تلف کردن یاد بگیریم چجوری توی 10 مرحله بیزنس خودت رو استارت بزنیم. قبل از اینکه شروع بکنیم 3 تا دونه نکته هست که قبل از این 10 مرحله باید بلدش باشید. یعنی این 3 تا دونه نکته رو اگه بلد باشید 50% راهو رفتید. اون 10 مرحله میشه 50%، این 3 تا نکته میشه 50% دیگه. اولا بهتون بگم این 10 مرحله رو هیچ کجا به نظر من بهتون یاد نمیدن. یعنی این 10 مرحله برای شروع بیزینس میتونم بگم کاربردی ترین آموزشی است که شما میتونید تو کل عمر دیده باشید. هیچ جا بهتون یاد نمیدن، یا اگرم یاد بدن کلی ازتون پول میگیرن. هیچ جا به نظرم کاربردی تر از این نیست. یعنی از دل تجربه اومده. پس خوب گوش کن. قشنگ هر چی الان تو ذهنت هست رو بریز بیرون، شل کن قشنگ. گوش بده. تخته برات آوردم اینجا. قشنگ با ماژیک رو تخته بهت آموزش بدم. پس خوب شل کن. خب نکته اوله از اون 3 تا نکته چیه؟ که گفتم 50% کاره. نظم و آراستگی. هیچ آدمی روی کل کره زمین با انگیزه داشتن موفق نشده. هیچ آدمی. همشون نظم داشتن. تو باید دیسیپلین داشته باشی. کلیشه‌ای همه جا میشنوی ولی باید داشته باشی. یعنی 50% کاره. یکی از اون نکته‌های 50%. باید نظم داشته باشی. باید یه سری کارها رو با نظم انجام بدی که جلوتر بهت میگم. این چیزی نیستش که تو به عنوان استراتژی و تو به عنوان یه مثلا کفش بپوشی بری بیرون. این باید تو باشی. این نباید کفش باشه که میپوشیش. این باید تو باشی. یعنی بره توی پوست و گوشت و استخونت. یعنی مثلا رامبد اینه، محمد اینه. نظم و آراسته است. یعنی تو یه کار برای انجام دادن این کار اضافه این کارو نمی‌کنی. تو این هستی. واسه همین میگم مثل اونی که تو شب می‌خوای بخوابی مسواک میزنی میخوابی. یعنی سوال نمیپرسی برات مثلا یک انجام دادن یک کار اضافه نیست. دیگه عادت کردی. یعنی رفته جزوی از خودت. متوجهی؟ اینم باید همینجوری باشه. باید منظم باشی همه کارات. باید آراسته باشی، ترتمیز باشی، شیک پوش باشی، خوشبو باشی. من الان اگر می‌خواستم این ویدیو رو بگیرم با یه تیشرت پاره میومدم جلوی دوربین، شاید تو اینجای ویدیو رو هم حتی نگاه نمی‌کردی. پس خیلی مهمه تو شیک پوش باشی، خوشبو باشی، ناخنای دست و پات بلند نباشه، آراسته باشی. این نکته اول. نکته دوم هست مهارت فروش. هنوز نرسیدیم به اون 10 مرحله. تو این دورش دایره قرمز هم میکشم. تو چه بری چه بیای باید مهارت فروش رو یاد بگیری. باید مهارت فروش رو یاد بگیری. شما هر چقدرم بخوای این آموزش رو ببینی، بری دوباره یه آموزش دیگه ببینی، بری دوباره یه آموزش دیگه ببینی، تئوری یاد بگیری، هیچ وقت هیچ یاد نمیگیری. باید بری تو عمل انجام بدی. باید این که میشه نکته سوم، تجربه. مهارت فروش همین الان پاشو برو 4 تا ساندویچ بردار، پاشو برو تو خیابون این 4 تا ساندویچ رو سعی کن بفروشی. یه ذره تئوری بلد باش که بخوای بفروشی، ولی سعی کن بفروشی. تو هر چقدر تئوری یاد بگیری نمیتونی بفروشی. باید تو عمل بری انجام بدی. بزرگترین درس و بهترین درس برای یادگیری تجربه است. باید بری انجام بدی. باید سعی و خطا کنی تا یاد بگیری. مهارت فروشم تو بیزینست هر چیزی که باشه، هر کاری که فکرشو میکنی بخوای انجام بدی و ازش بخوای پول در بیاری، باید مهارت فروش رو بلد باشی. هر میلیونری، هر بیلیونری، هر آدم موفقی که تو میبینی فروش بلده. فروشنده خوبیه. تو از صبح از خواب بلند میشی داری خودتو میفروشی. از طرز راه رفتنت، از نوع لباس پوشیدنت، از عطری که میزنی داری خودت ارائه میکنی. مهارت فروش یعنی هنر پرزنت کردن خودت، هنر ارائه کردن خودت و متقاعد سازی. مثلا میخوای بری بیرون، میخوای مامانت اجازه بگیری، وقتی با مامانت صحبت میکنی میخوای ازش اجازه بگیری،
داری فروش انجام میدی، داری متقاعدش میکنی، داری یه سری جملات به کار میبری که رو ذهنش کار کنی بتونی پاشی بری بیرون با دوستات. خب پس یعنی این رو فرق نداره کار چیه، ورزشه، اصلا هر چیزی باید بلد باشی. نکته سوم تجربه که بهش اشاره کردم، بهترین درس تجربه است. من هر چقدر اینجا تئوری یاد بدم، تا موقعی که شما نری عمل نکنی، نری سعی و خطا نکنی، اکشن نداشته باشی، هیچ موقع هیچی یاد نمیگیری. بهترین نوع یادگیری تجربه است. باید بری انجام بدی، باید بری تو دلش. مثل اونه که بخوای بسکتبال یاد بگیری، 100 تا کتاب راجع به بسکتبال بخون، بسکتبال یاد میگیری؟ نه. با پاشی بری بسکتبال بازی کنی تا بتونی یاد بگیری. انقدر بخوری زمین، انقدر انگشتات پیچ بخوره تا بالاخره بسکتبال یاد میگیری. این از نکته سوم. خب شما این سه تا رو داشته باشی، همین الان با این چیزی که یاد گرفتی اگر بری انجامش بدی 50% راهو رفتی. یه چیز دیگه هم بهت بگم، کل این و کل 10 مرحله‌ای که قرار هست جلوتر بهت یاد بدم، این و اون بازم هم جفتش میشه 50% کار. چرا؟ تا موقعی که تو جلوی ویدئویی یاد نمیگیری، باید همه رو بری انجام بدی، باید همه رو عمل کنی تا بری یاد بگیری. یعنی این 50% زدن بیزینسه، 10 مرحله هم 50% دیگه است، کلش با هم دوباره 50%. تا موقعی که نری انجام ندی. بریم سراغ مرحله اول. خب این سه تا نکته رو که یاد گرفتی، داشتن مهارت فروش و نظم و آراستگی و تجربه که یعنی شامل همشون میشه، باید بری انجام بدی تا یاد بگیری. مخصوصا مهارت فروش، من پیشنهاد میکنم یه جا برو استخدام شو، یه جا فروش تلفنی یا یه جا برو استخدام شو، این فروشه رو انجام بدی، یاد بگیری. یه نکته خیلی مهم راجع به فروش هم بهتون بگم، بعدش بریم سراغ مرحله اول از اون دسته. یه نکته خیلی کلیدی اینه که مثلا شما رو از هر کسی، از هر فروشنده میپرسید نکته کلیدی راجع به فروش به من بگو، یکی میگه که مثلا طرف این ابجکشن رو زد اینجوری جوابش بدی، یا مثلا این کارو کرد اون کارو بکنی، این کارو کرد اون کارو بکنی. از همش مهمتر اینه که شما صادق باشی. بهترین بازاریابی، بهترین مارکتینگ، بهترین نکته توی فروش اینه که شما صادق باشی. به مشتری دروغ نگو. تو اگه هیچ موقع دروغ نگی، مطمئن باش همه ازت میخرن. هیچ موقع دروغ نگو، هیچ موقع. صادق بودن با اعتماد به نفس داشتن فرق داره. اینم بهتون بگم، شما مثلا اینکه تو بری مثلا موقعی داری استخدام میشی بگی که آقا من فروشم خوبه، میام مثلا بیزینستون رو میتره کنم، تارگت مثلا ماه اولتون رو من میزنم، این فرق داره مثلا با دروغ گفتن ها. این ربطی به این نداره. یعنی تو اعتماد به نفست زیاد باشه فرق داره با صادق بودن. تو اعتماد به نفست بالا باشه، صادق هم باش، یعنی اون وعدی که میگی عمل بکن، ولی دروغ نگو. هیچ موقع دروغ نگو. مثلا من با خیلیا کار کردم، یه نمونه از دروغ گفتن بهتون بگم. مثلا طرف داره یه معامله میکنه، این واسطه مثلا. خب من از اون واسطه میپرسم که کامیشن تو از این معامله چیه؟ منو وصل کرده به اون یا هر چیزی بوده. حالا این میگه من کامیشنی ندارم، من هیچی، من رفاقتی اوکی کردم، برو حالشو ببر. بعد حالا من جلوتر یعنی حالا قبل از اینکه بفهمم واقعا میدونم که این کامیشن میگیره. خب عاشق چشم ابروی من نیست که، بالاخره واسط بودنم داره یه نوع خدمات دیگه، منو یکی به یکی وصل میکنه. این واسط بودن بالاخره یعنی حقشه که کامیشن بگیره، ولی اینکه به من دروغ گفت، به من میگه کامیشن نمیگیرم، من دیگه بعداً با اون آدم کار نمیکنم. خیلی ممکنه با این طرف کار بکنن نفهمن، ولی من که فهمیدم، جلوتر فهمیدم که تو داری کامیشن میگیری. یه جا مثلا اون نفر سومه که تو منش وصل کردی یه جا سوتی میده که تو کامیشن گرفتی، من دیگه عمرن تا آخر عمرم با تو کار نمیکنم، فقط به خاطر اینکه یک بار به من دروغ گفتی. یعنی من حاضرم برم با یه نفر دیگه کار بکنم، گرونتر باشه قیمتش، هزینه خدماتش گرونتر باشه، ولی به من راستشو بگه. من خودم شخصا حاضرم، بهتون قول میدم، تک تک مشتریای کل دنیا، هر کسی که کانسیومره حاضره با یه نفر کار بکنه که
گرون باشه ولی صادق باشه، تا اینکه با یه نفر کار کنه که ارزون باشه و دروغگو باشه. بهت قول میدم. پس مهمترین نکته اینه که تو صادق باشی. اگر کامیشنی داری میگیری بگو آقا من اینقدر دارم کامیشن میگیرم، اوکی دیگه حقمه. اون کسی که داره این کارو انجام میده از خداش هم هست، اگه تو بهش بگی از خداش هم هست به تو کامیشن تو بده. میگه دمت هم گرم، مرسی که گفتی، اعتماد میاره. تو صادق باش، همه چی برات بهشته. بهترین بازاریابی، بهترین مارکتینگ. حالا بریم سراغ مرحله اول. از شروع بیزینس. ابزارها. خب من میخوام بیزینس استارت کنم، نمیدونم با چی کار کنم، هیچ بیزینسی ندارم، با ببینم ابزارم چیه. آقا چی بلدی؟ مهارتات چیه؟ نمیدونم جایی که داری زندگی میکنی، دوست آشنا، مثلا رفیقات دیولپرن، برنامه نویسن، این میشه یه دونه ابزار، مثلا یه دونه مزیت. نمیدونم پسر خالت خیاطی میکنه، این میشه یه ابزار. خب مینویسم خیاطی، نمیدونم محمد چیز میکنه، برنامه نویسی میکنه، نمیدونم علی چیز فلان بلده، خودم اینو بلدم. اینا رو ابزارا رو میذاری کنار هم، بعد ببینی چه بیزینسی میتونی راه بندازی. اول این خیلی مهمه که تو بتونی ابزارات رو پیدا بکنی. اگر تو این مرحله هم عقب‌تری، هیچی بلد نیستی، من پیشنهاد میکنم کتاب مستری رو بخونید از رابرت گرین. یه رابرت گرین رو نمی‌شناسم. کتاب مستری خیلی معروفه. پیشنهاد میکنم اگر واقعا هیچی بلد نیستی، صفری، اصلا از بیزینس گذشته دیگه، اصلا کلا راه تو بلد نیستی پیدا بکنی، این کتاب حتما بخون. حالا من جلوتر باز بهتون میگم، تو اگه هیچی بلد نیستی، بهت میگم که چی بلد باشی باش میتونی پول در بیاری. از چه مهارتی پول در میاد؟ از چه دانشی پول در میاد؟ از دانش تخصصی. از دانش تخصصی پول در میاد. دانش تخصصی چیه؟ من صبح میشه بلند میشم میرم مدرسه یا میرم دانشگاه، میرم سر کلاس میشینم، چند هزار نفر دیگه هم پیشم نشستن توی اون کلاس، مثلا تو اون مدرسه یا عالم آدم داریم با هم درس میخونیم، هممون داریم یه چیز یاد میگیریم. خب وقتی هممون داریم با هم یه چیز یاد میگیریم، این کجاش میشه دانش تخصصی؟ تخصصش کجاست؟ هممون داریم یه چیزی یاد میگیریم. دانش تخصصی میشه اون دانشی که من بلد هستم تو بلد نیستی. مثل چی؟ مثلا دانش تخصصی من میشه پرسونال برندینگ، من آدم معروف میکنم داخل اینستاگرام، پرسونال برند میسازم. اینو شما کجا بهتون یاد میدن؟ توی مدرسه و دانشگاه. این میشه دانش تخصصی. مثلا میگم اون چیزی که من بلد هستم مثلا ایشون بلد نیست. متوجه چی میگم؟ یا اون چیزی که اون بلد هست و من بلد نیستم، ولی اگر من موفق ترم دانش من تخصصیه. متوجه شد؟ دانش تخصصی رو شما چجوری یاد میگیری؟ دانش تخصصی میشه، اصلا بهت خیالت راحت بکنم که تو مدرسه و دانشگاه اصلا به هیچ عنوان دانش تخصصی به شما یاد نمیدن. چرا؟ چون همزمان یه عالمه آدم اون علمو دارن با شما یاد میگیرن. این اسمش تخصصی نمیشه. توی مدرسه و دانشگاه به شما یاد نمیدن چجوری پرسونال برند بسازید. توی مدرسه و دانشگاه به شما یاد نمیدن چجوری مثل منصوری بشید صاحب سبک تیونینگ مثلا توی کل دنیا انقدر معروف بشید. توی مدرسه و دانشگاه اینا بهتون یاد نمیدن. بهتون یاد نمیدن چجوری کمپین فروش بذارید توی اینستاگرام توی یک ماه 5 میلیارد بفروشید. هیچ کدوم از اینا رو توی مدرسه و دانشگاه یاد نمیدن و همه اینها و خیلی مهارت تخصصی دیگه اسمش هست مهارت تخصصی. چیزایی که خیلی عده کمی بلدش هستن و خیلی ها بلدش نیستن، این میشه دانش تخصصی. حالا چجوری میتونی تو دانش تخصصی یاد بگیری؟ با شاگردی کردن، با همون تجربه. تو تا آخر عمرت باید یه دونه استاد داشته باشی توی هر مرحله از زندگیت. نه حتما یه دونه استاد، میتونه چند تا استاد باشه، میتونه الان یه استاد باشه بعدن یه استاد دیگه باشه، ولی باید در هر صورت تو شاگردی بکنی. تا آخر عمرت باید شاگردی استادتو بکنی و همش دیتا بگیری، همش آموزش ببینی. من دارم، مطمئن باش تمام آدمای موفق یه دونه استاد دارن. شاگردی کردن یعنی که میری تو دل کار میکنی، یاد میگیری. متوجهی؟ مثلا همین منصوری که منصوری شده که مثلا با کتاب خوندن و دانشگاه رفتن اینها اینجوری نشده که، رفته تو دل کار
شاگردی کرده کلی و بعدش یاد گرفته، سبک خودش رو زده. این از دانش تخصصی. حالا من ابزارامو پیدا کردم، دانش تخصصی من دارم، چیکار میکنم که میشه مرحله دوم. من دیگه مرحله شو نمی‌نویسم، می‌نویسم دوم. این دوتا با هم دیگه چون مربوطن توی صفحه می‌نویسم. ساخت تیم. تو هر چقدر زور بزنی تنهایی موفق نمیتونی بشی. هر چقدر زور بزنی تنهایی به جایی نمیرسی. باید تیم داشته باشی. باید تیم داشته. 1%، حالا بگیم 1% تو تنهایی به یه جایی رسیدی توی یه بیزینسی، اون رقیبت که تیم داره میاد از روت رد میشه. چرا؟ چون با داشتن تیم کارا هم سریع‌تره هم بهینه‌تره. چرا؟ چون تو همه کارا رو نمیتونی تنهایی انجام بدی که. تو نمیتونی همزمان هم برنامه‌نویسی بکنی، هم فروش انجام بدی، هم پروداکت دیزاینر باشی، هم هدایتگر باشی، هم استراتژی بشینی، هم فلان کنی، هم ایکس ایگرگ لکنت گرفتم. باید تیم داشته باشی. حالا تیم تو از کجا بسازی؟ برای ساختن تیم بهترین تیم از نظر من اینه که شما با خانوادت بیزینس کنی. چرا با خانوادت بیزینس کنی؟ به خاطر اینکه کی بهتر از خانواده؟ به خاطر اینکه بهشون اعتماد داری. حالا خیلی از دوستامون هستن، دوست آشنا، اینا دیگه دوست و آشنا نیستن، اینا هم مثل خانواده آدم میمونن. یعنی انقدر ارتباطا نزدیکه که اونا هم جزء خانواده حساب میشن. بهترین تیم اینه که تو با غریبه کار نکنی. بهترین تیم اینه که تو با خانواده خودت کار کنی. و تنها عامل و مهمترین عامل برای اینکه تو بتونی یه تیم بسازی اینه که توی اون تیم اعتماد باشه. 100 تا قرارداد ببند با فلانی، 100 تا قرارداد ببند با اون، که هیچ کاری جلو نمیره. تا موقعی که اعتماد نداشته باشین به هم، هیچ کاری جلو نمیره. هیچ بیزینسی موفق نمیشه تا زمانی که شما به هم اعتماد نداشته باشید. تا زمانی که بین اون توی اون ارتباط عشق وجود نداشته باشه، هیچ کاری جلو نمیره. باید اعتماد باشه. قرارداد چیه؟ این چه کس شریه؟ اعتماد کنید به هم. باید اعتماد داشته باشی. و تنها روشی که تو میتونی آدم مورد اعتماد پیدا کنی اینه که تو صادق باشی. آدم مورد اعتماد آدم صادقه. یه چیز خیلی مهمم بگم، این خارج از درسه ولی دوست داشتم بهتون بگم. تو اگر واقعا آدم درستی باشی، اگر آدم صادق باشی، که باید برای اینکه بیزینس تو رشد بدی باید هم صادق باشی که تا بتونی با اعتماد آدما رو دور خود جمع کنی و تیم خوب بسازی. تو شخصیتت هر جوری که باشه، طبیعت اون آدما رو میذاره جلوی خوده، چون هم وایبریشن تو هن، هم ارتعاش تو هن. تو اگه آدم دروغگویی باشی، آدمی که مثلا کاسه زیر نیم کاسش باشه، آدمایی مثل خودتو جذب می‌کنی. یعنی تو هر آدم درست و صادق و هر آدم مثلا دیگه علاوه شخصیتی آدم درستی باشه ببینی، تمام آدمایی که دورشن عین خودشن، اصلا بلا استثنا عین خودشن. یعنی اینکه تو اگر آدم مورد اعتماد دور خودت نداری، تقصیر خودته. خودت یه جا اشکال داری، خودت یه جا یا آدم دروغگویی هستی یا یه جای کارت میلنگه. اگر همه آدمای دورت دارن ببخشید درت میذارن، همش سرت کلاه میذارن یا میخوان یه سوراخ پیدا کنن اذیتت کنن، اپوش بهت خنجر بزنن، به خاطر این نیستش که اونا بدن، به خاطر اینکه تو شخصیتت این شکلی نیست. تو اگه خودت رو درست بکنی این شکلی بشی، آدمای مثل خودت میان کنارت. این خیلی مهمه. این چیزا رو هم هیچ جا بهتون نمیگن. این تجربه‌های اصلا خیلی خفنیه. و من توی این چنل یوتیوب هر چی که بلدم و بدون سانسور، بدون هیچی میخوام بهتون یاد بدم. یعنی اصلا توی این موضوع هیچ شکی نکنید. پس برای ساخت تیم باید اعتماد داشته باشی. باید اعتماد داشته باشی، که منظورم که اون تیم با اعتماد شکل میگیره، با عشق شکل میگیره. این از مرحله 2. میریم سراغ مرحله 3. مرحله 3
سوشال مدیا. به به، پیش آدم درستی اومدی. مرحله سوم سوشال مدیا. خب من الان تیممو تشکیل دادم، ابزارامو میدونم، قشنگ همه چی آماده است. باید خب خودت ارائه بکنی دیگه، باید مشتری بیاد پیشت. چجوری میخوای خودتو نشون بدی به مردم که بیان بابت اون خدماتت بهت پول بدن، بابت ارزم به حضورت سرویست بهت پول بدن؟ باید یه جا تبلیغشو بکنی. الان تمام اتنشن و تمام توجه ها کجاست؟ حالا ایران، چون حالا فارسی داریم یاد میدیم این ویدیو رو، تو ایران این اینستاگرام مثلا سوال نیست، نیازی سوال بپرسی. این اینستاگرام اصلا آموزش تو آموزش شده، یعنی همزمان که داری 10 مرحله یاد میگیری من بهت یاد میدم چجوری یه پیج اینستاگرامی توپ بزنی. برو عشق کن. سابسکرایب هم نمی‌کنی ها؟ حله دارم برات. خب قبل از اینکه اینو شروع کنیم، ببخشید، قبل از اینکه اینو شروع کنیم من این نکته بهتون بگم. تو باید، همون اولم بهتون گفتم، تو باید اعتماد به نفست وحشتناک باشه. وحشتناک. قبل از اینکه اینو شروع کنم بهت بگم، باید اعتماد به نفست توی کارت وحشتناک باشه. مثلا میگم تو میخوای از تهران پاشی بری شیراز یا اصفهان، میری سوار هواپیما میشی، با هواپیما میری توی هواپیما میشینی، هواپیما میگه که سلام مسافرین عزیز، ببخشید من تازه فارغ التحصیل شدم از خلبانی، تازه این پرواز اولمه، حالا انشالله که خیره دیگه. هیچی، پشمای همه اول میریزه که هیچ، همه پا میشن از هواپیما میرن خونهشون، یه پرواز دیگه میرن یا کلا پشیمون میشن. چرا؟ چون هیچ کس دوست نداره همچین جملاتی بشنوه از یه خلبان یا یه دکتر بگه که آقا من اولین بارم دارم عمل میکنم یا اولین بارم دارم این کارو میکنم. همه این چیزی که میخوان از تو بشنون اینه که تو بگی آقا ما تو کارمون یکیم، اولیم، اصلا خیالت راحت، اصلا جای نگرانی نیست، بهترین پرواز زندگی تو میخوای داشته باشی الان. اینجوری میخوان ازت بشنون. اینو گفتم قبل از اینکه این شروع کنیم، اینو حتما بلد باشید. اوکی، یعنی اعتماد به نفسه خیلی مهمه. خب سوشال مدیا، اکثر اتنشن کل ایران الان تو اینستاگرامه. یعنی الان تمام آدما همش دارن اسکرول میکنن، همش تو اینستاگرامن. برای اینکه یه دونه سوشال مدیا واسه اون بیزینست درست بکنی، چند تا بخش هست که من خود این سوشال مدیا اینستاگرام رو توی چند بخش، توی چند مرحله برات کامل توضیح میدم که چجوری انجام بدی. بخش اول، این خیلی کرس، اگر اینو خوب یادش بگیری قشنگ پول چاپ میکنه، بیزینست پول چاپ میکنه. بخش اول، اینستاگرام تبلیغ رایگانه برای تو. شما با تولید محتوا و اکسپلور راحت تبلیغ رایگان، هیچ پولی نیاز نیست بدی، فقط تو یه محتوای خوب بسازی واسه اون بیزینست، مشتری همینجوری میریزه برات. حالا چجوری تو محتوای خوب بسازی؟ قبل از اینکه شروع بکنیم، شما واسه کل این سوشال مدیا باید یه دونه مایندست داشته باشی، یه دونه ذهنیت باید داشته باشی که میگم حتما باید یادش بگیرید قبل از استارت. کامن سنس. کامن سنس یعنی چی؟ یعنی زیرش هم فارسی می‌نویسم، فهم عمومی. این اصلا یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فهم عمومی رو بفهمی. یعنی چه چیزی، خیلی ساده بخوام بگم، چه چیزی هم برای من قابل فهمه، هم برای ایشون که اونجا نشسته، هم برای یه بچه 5 ساله، هم برای یه پیرمرد 70 ساله. حالا اینجا فرق نداره اینجا. یعنی یه فهمی باشه که برای همه قابل فهم باشه، یه جور نباشه که من فقط بفهمم یکی دیگه نفهمه. مثال میزنم برای اینکه بهتر جا بیفته براتون.
قسطنطنیه رو حتی من نمیدونم چجوری با فارسی بنویسم. حالا من قم فارسی نمی‌نویسم، یه جی اچ می‌نویسم. این فکر کن قسطنطنیه است. خب آیا این فهم عمومی هست؟ همه میفهمنش؟ نه. حالا میخوام قشنگ مقایسه کنم، قشنگ جواب بیفته براتون. یعنی چی؟ حالا این کلمه کشاورز، اینو میفهمی؟ اینو درجا کشاشو نوشتم فهمیدی میخوام چی بنویسم، کشاوشو نوشتم فهمیدی چی میخوام بنویسم، فهمید چیه کشاورز. بچه میدونه کشاورز کیه چیه؟ آره میدونه، چرا ندونه؟ قسطنطنیه چی؟ یه بچه 5 ساله میدونه؟ نه. پس تو باید توی تولید محتوا یه کتاب میگم حتما بخونیدش. حتما. اسم کتاب Don't Make Me Think. نویسنده‌اش نمیدونم، یه کتاب قرمز راجب UI UX راجب اینکه چجوری شما یه سایت درست بکنید، وب دیزاین، UI UX، یوزر اینترفیس و یوزر اکسپریانس دیزاین. اسم کتاب بخون Don't Make Me Think. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه کاری بکن من فکر نکنم. توی کتاب بهتون یاد میده که آقا فهم عمومی یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه چیزی باشه که ساده باشه. مثلا میگم شما میری پشت چراغ قرمز وای میسی، خب چرا وای میسی؟ چرا پشت چراغ قرمز حرکت نمی‌کنی؟ چرا؟ چون رنگ قرمز توی فهم عمومی یعنی اینکه وایسا. تابلوی ایست توی فهم عمومی که حالا ننوشته باشه روش ایستا، یعنی قرمز این شکلیه، یا ورود ممنوعه یا منظورش ایسته دیگه. چرا اونو میبینی حرکت نمی‌کنی؟ چون تو فهم عمومی این منظور رو میرسونه. میری پشت چراغ سبز میشه حرکت میکنه، چرا وای نمیسی؟ چون رنگ سبز این معنی رو میرسونه و برای همه این جا افتاده. یه نکته خیلی مهم بهتون بگم، فهم عمومی چیزیه که هیچ وقت آپدیت نمیشه. یعنی مثل تکنولوژی نیستش که مثلا 100 سال دیگه با الان فرق داشته باشه. فهم عمومی 50 سال دیگه هر چی بوده الان قابل فهمه، 50 سال پیش هم قابل فهمه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما انسانیم و فهم ما اگه بخوایم آپدیت بشه باید ما سخت افزار خودمون رو آپدیت کنیم که نمیشه. خب میریم سراغ بخش دوم. اینا همش واسه مرحله سوشال مدیا. همه توی تولید محتوا، اینکه میخوان تولید محتوا بکنن دنبال یه راز جادویی ان که آقا هر روز پست بذار، نمیدونم این کارو بکن، الگوریتم اینجوریه، اونجا این کارو بکن، تنظیماتت اونجا رو تغییر بده، فلان کن. هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی هیچ فرمول جادویی وجود نداره. فرمول جادویی اگه میخوای اسمشو بذاری فرمول جادویی، سادگیه. محتواتو باید همه بفهمن. همه باید ساده باشه. باید ساده باشه، یعنی باید برای همه قابل فهم باشه. اگر محصولت سخته، مثلا میگم تو محصولت یه محصولی که برای همه قابل فهم نیست، چه میدونم فروش دوربین فیلمبرداری مخصوص مثلا مستندسازی، اگه محصولت سخته با محتوا ساده نشونش بده. یعنی چی؟ یعنی که بگو آقا این دوربین واسه اینه که مثلا زن همسایه رو مثلا با دوربینه بتونی چیز کنی، دوربینه بتونی ببینی. دیدی اصلا چقدر ساده تونستم بهت بگم؟ تو کلا باید محتوات یه جوری باشه که ساده باشه و برای همه قابل فهم باشه. این بخش دوم. میریم بخش سوم. خب بخش سوم اینجوری نوشتم. خب قبل از اینکه این استارت بزنم، واسه سادگی شما یه زمانی یه محتوایی تولید میکنی، برای اینکه خیلی راحت بگم جا بیفته دیگه تمام کنیم بریم سراغ این. شما یه محتوایی میذاری
میری ضبط میکنی، واه کلی ذوقشو داری، عجب محتوایی شد، ایول، میره میتره کنه، الان میذارم میره اکسپلو کلی ویو میلیونی، میذاری میبینی چی شد؟ هیچ ویو نخورد، هیچ نفر، هیچ کس ندیدش، اصلا هیچ کس پشمش هم نبود. چرا؟ چون فقط برای تو جذاب بود، برای مخاطبت اصلا قابل فهم نیست. باید ساده باشه، باید برای همه قابل فهم باشه. حالا که محتوای ما همه این المانا رو داشت، بخش سوم من اسمشو گذاشتم ریلیت کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه مخاطبت با محتوای تو ریلیت بکنه. یعنی چی ریلیت بکنه؟ یعنی اینکه یکی از احساساتش درگیر بشه، یا عصبانیت، یا ترس، یا خنده خیلی زیاده که برای دوستش میفرسته، غمگین بودن، ناراحت میشه، یا موتیویت میشه، انگیزشیه. دیگه چند تا احساس داریم دیگه، حسادت، ایکس، ایگرگ، هر حسی. ریلیت کردن یعنی اینکه مخاطب یکی از این احساساتش یا ترکیبی از این احساساتش با محتوای تو درگیر بشه. یعنی چی؟ مثال میزنم، راننده اسنپ بودن همه میفهمنش و یه چیزیه که خیلی آدم‌ها ریلیت میکنن باش. یعنی احساس میکنن که ریلیت کردن، یعنی که آره منم اینجوریه، آره این که منم، این که چیزه فلانه، این حسه حالا یکی از اینا باشه یا اینجوری میشه، این میشه ریلیت کردن. یعنی که تو کارتو درست انجام دادی. متوجهی؟ یعنی ساده باشه، ریلیت بکنه، اینجاست که تو محتوای تو وایرال میشه. اگر محتوا تو ساده است، هم میفهمه و وایرال نشده، به خاطر اینکه اینجاشو رعایت نکردی، به مخاطب درد ندادی، یا مخاطب یکی از این احساساتش درگیر نشده با محتوات، احساس همزاد پنداری نکرده. مثلا اون احساسی که راننده اسنپ منم، راست میگه، این راجع به منه که داره حرف میزنه، منم شامل این قضیه میشم، یکی از اون احساسات همزاد پنداریه. این هم خیلی مهم، همزاد پنداریه. اینا رو نداشته باشه محتوات وایرال نمیشه. باید یه کاری بکنی که محتوات یکی از این احساساتشو یا ترکیبی از احساساتشو درگیر بکنه برای اینکه محتوات وایرال بشه. حالا نسبت به این احساسات، این حس‌ها، مخاطبت یه واکنش نشون میده. مثلا میگم اگه همزاد پنداریه میفرسته بر رفیقش، مثلا چه میدونم اگه خنده داره بازم میفرسته بر رفیقش، اگه مثلا موتیویشنه خیلی احتمالش کم بفرسته بر رفیقش، لایک میکنه. متوجهی؟ یعنی نسبت به اینا تو باید بازی کنی با محتوا تو، با اون حس مخاطبت. مثلا هر چنگایی برو تو اینستاگرام یه چرخ بزن، آنالیز کن، مثلا یه محتوای وایرال میبینی، ببین با این نکاتی که من گفتم به نظر چرا این محتوا وایرال شده، چیو تو من درگیر کرده که من خوشم اومده یا این محتوا وایرال شده، مردم چرا به این محتوا واکنش نشون دادن. متوجهی؟ یعنی یه چیزی بوده که کامن سنس بوده، اولا قابل فهم برای همه بوده، قابل فهم برای همه بود، ساده است، بازم همه میفهمنش. یعنی دوتا تقریبا یکی هم، کامن سنس و سادگی. بخش سوم که از همش مهمتره، ریلیت کردنه. میبینی کدوم حساتو درگیر کرده، ریلیت کردی، از چه تکنیکی استفاده کرده. بعد دیگه کاملا اینا رو بفهمی، میفهمی که چرا یه محتوا وایرال میشه. حالا جزئی‌تر نوشتن اسکریپت، که چجوری اسکریپت تو بنویسی هم من باز بهت میگم. یعنی همینجا تمام نمیشه. بخش چهارم این که چجوری اسکریپتتون رو درست بکنین. اسکریپت یه دونه هوک اول، یه دونه بدنه است که می‌نویسم بادی، یه دونه هم کال تو اکشنه CTA. اینو دیگه این چیز خیلی کلیشه‌ای که نمیشه گفت. دیگه مثلا هر جای هر ویدیو یوتیوبی بزنی، هر جای سرچ بکنی اینو بهت میگه. ویدیو باید هوک داشته باشه، نمیدونم بدنه داشته باشه، CTA، اینا همه جا هست. من یه توضیح سریع بگم. هوک چیزیه که توی محتوات من اتنشن اسپن من و اون توجه من 3 ثانیه بیشتر نیست. صبح بلند شدم و خواب دارم اینجوری گوشیمو چک میکنم، اکسپلور گردی میکنم، اسکرول میکنم، 3 ثانیه بیشتر وقت نداری من جذب محتوات کنی. یا تو دستشویی هم دارم این کارو میکنم. باید هوک داشته باشه، یه چیزی باشه که من نزنم برم بعدی،
برو محتوایی که تو نزدی رفتی بعدی چی بوده، چه هوکی داشته که تو رو نگه داشته، ازشون الگو بگیر. بادی چیه؟ بادی اون آموزشی هست، اون مطلبی هست که تو میخوای به مخاطبت بدی. توی این مورد هم خیلی مهمه که وقت مخاطبت رو تلف نکن، سریع اون چیزی که میخواد بهش بده. یعنی موضوع محتوا هر چیزی که هست خیلی مهمه که وقتش رو تلف نکنی. Don't make me think. Common sense. Don't make me think. وقتش رو تلف نکن، اون چیزی که میخواد بهش بده. Call to action چیه؟ تو نگهش داشتی، اون چیزی که میخواستی و بهش گفتی، میخوای فروش انجام بدی یا هر چیزی، Call to action اتنشنش رو گرفتی تا آخر دیده، اینجا باید یه جا بره، یه کاری بکنه. یا مثلا برای قیمتش مثلا کامنت کنن. اینا این توجهی که اومده باید بره یه جا، یا بیاد تو کامنت، بره فروش انجام بشه، یا بیاد فالوت کنه. بستگی به محتوات داره. باید کال تو اکشن داشته باشه محتوات. بعضی موقع هست یه محتوات یه جوری هست که ناخودآگاه غیر مستقیم کال تو اکشن داره، ولی تو نگفتی کال تو اکشن. تو کال تو اکشنش اینه که مثلا برای دوستش بفرسته، ولی تو نگفتی، ولی برای میفرسته. یه موردم برای این بادی من بهتون بگم، توی محتواتون از ریهوک استفاده بکنید. ریهوک چیه؟ می‌بینیم مطلب طولانیه، مثلا یه محتوا داری می‌سازی، مثلا 1 دقیقه 30 ثانیه 40 ثانیه طولانیه، تو باید این وسطا بین اسکریپت دوباره اینو هوک بذاری. یعنی چی؟ می‌دونی راجع به دبی به دروغ گفتن، این مثلا یه هوکه. چه دروغی گفتن. خب حالا ریهوکش چیه؟ اینه که اما این دروغو فقط من میدونم، هیچ کس دیگه‌ای بهت نگفته. توی قسمت بدنه که شما اون مطلبتو میرسونی، باید از ریهوک استفاده بکنی. اگه مطلب طولانیه، حالا طولانی هم نیست، میتونی استفاده بکنی که حوصله مخاطب سر نره. از استفاده کردن یه سری کلمات توی محتوات، یعنی بعد از هوک، مثل ولی نمیدونم با این که، ولی این تمام ماجرا نیست، میدونستی که این شکلی با این کلمات بین توی لابلای محتواهات این ریهوک میشه. دوباره مثلا داره اینجوری اول، بعد میبینه دوباره ریهوک میشه، دوباره میره این میشه ریهوک. اینو رعایت بکنی عالی میشه. خب بخش پنجم، ذهنت بدون لیمیت باشه. ذهنت باید بدون لیمیت باشه. یعنی چی بدون لیمیت باشه؟ توی تولید محتوا ذهنت هیچ چارچوبی نداشته باشه. چون فلانی اینجوری گفته پس منم باید فلان اینجوری تولید محتوا کنم، پست اسلایدی فقط فلان بیسار. بدون لیمیت بودن، ذهن بدون لیمیت میشه مثلا آیسان اسلامی با استوری یهو شد 10 میلیون 13 میلیون فالوور. این که تو هیچ لیمیتی نداشته باشه ذهنت. با فرش بتونی تولید محتوا کنی، یا با فرش رو مثلا چه میدونم به کاغذ دیواری رفت بدی باش تولید محتوا کنی. یعنی هیچ لیمیتی نداشته باشه ذهنت. بخش ششم Authenticity یعنی اینکه تو خودت باشی، ادا در نیاری. مثال میگم بر جا بیفته، دوره آیسان اسلامی مثلا خودشه، ادا در نمیاره. تو مثلا 3 تا شبکه خبر داری نگاه میکنی، 3 تا شبکه تلویزیونی داری نگاه میکنی، میبینی هر 3 تاشون عین هم میشینن این شکلی، یه خبری و عین بلبل تکرار میگن، بعد همشون هم عین هم تمام میکنن، عین هم شروع کردن، عین همه چیشون عین همشون کپی پیست. ولی میزنی یه شبکه دیگه، میبینی وسطش داره یهو شوخی میکنه، یهو مثلا عین اون چارچوب اون شبکه تلویزیونی دیگه انجام نمیده، خودشه. این یعنی اینکه تو اتنتیسیتی رو رعایت کردی، یعنی که خودتی، ادا در نمیاری. ادا در نیار توی محتوا، تو کلا استوری و هر چیزی کلا خودت باش، راحت. میریم سراغ مرحله 4 از اون 10 مرحله. برای پول کار نکن. بذر موفقیت و بذر پول خدمات خوبه. شما تا موقعی که محصول خوب نداشته باشی، محصول با کیفیت نداشته باشی، نباید انتظار پول داشته باشی. دیدی خیلی ها رو میگن آقا پول بده تا من کار کنم.
اصلا هم چیزی نیست. تو باید خدمات خوب بدی تا بتونی پول دریافت کنی. یعنی فکرت فقط و فقط این باشه من چجوری یه محصول خوب درست کنم، فکرت فقط این باشه چجوری من یه خدمات خوب بدم، چجوری یه سرویس خوب بدم با کیفیت، چجوری هی بهترش کنم. شک نکن پول باش میاد، شک نکن. تو فکرت تو فکرت این باشه که چجوری خدمات خوب بدی، پول باهاش میاد. محصول خوب بساز، پروداکت خوب بساز، خدمات خوب ارائه بده، پول باهاش میاد. مرحله پنجم، به روز باش. مرحله پنجم باید به روز باشی. تو توی کاری که داری انجام میدی باید با هوش مصنوعی کار بکنی. من توی 3 روز 4 تا کتاب خوندم. چجوری؟ با چت جی پی تی باید بشه روزمرت. توی اون کاری که داری میکنی باید از هوش مصنوعی کار بگیری، یعنی هوش مصنوعی بشه رفیق جینگت. چت جی پی تی باید بشه رفیق جینگت. هی باش صحبت بکنی، سوال بپرسی، ایده بهت بده، تو بهش ایده بدی، هی با هم دیگه باید معاشرت بکنید. هی با هم دیگه ارتباط داشته باشید. جدا از این که باید بروز باشی توی حوزه کاری خودت، چون اگه نباشی فقط اگه بخوای کار بکنی، علم خودت پیشرفت ندی توی اون کار خودت، یه نفر که بروزتره میاد از رود رد میشه. دوباره رقیبات دارن همش بروز میشن. فقط کار نکن، باید بروز بشی. جدا از اون تو باید AI رو بیاری توی کار خودت. باید یه جایی هوش مصنوعی بیاری توی کار خودت. حالا میخواد برات پشتیبانی انجام بده، ساپورت انجام بده، هوش مصنوعی میتونی ترین کنی انجام بده. با یه سری از اتوماسیون‌ها میتونی استفاده بکنی توی بیزینس اتومات بشه، مثل استفاده کردن از N8N. تو میتونی از این استفاده بکنی، مثلا برای خودت قیف فروش درست بکنی، کاراتو انجام بده. نمیدونم هر کاری که می‌خوای برات انجام بده، می‌خوای اس‌ام‌اساتو جواب بده، دایرکتاتو جواب بده، هر کاری که می‌خوای انجام بدی یه جای کارتو باید بگیره AI. چون اون اگر AI انجام بده اون کار بهینه‌تر میشه. بریم مرحله ششم، زبان انگلیسی. تو باید زبان انگلیسی بلد باشی. نه من مشتریان فقط همه ایرانن، کارم ایرانه. یه جا به دردت میخوره. توی همین بروز بودنت هم تمامی مطالب دنیا، حالا به خاطر اینکه ما تحریم، تمامی مطالب دست اول دنیا به زبان انگلیسیه. تو زبان انگلیسی بلد باشی چند مرحله از همه جلوتری. کلا همه اینا یه مسابقه استیه. انگار که تو با اینو بلد بودی یه موتور، مثلا یه موتور جت چسبوندی به ماشینت، سریعتره. یه جا به کارت بیاد. قول میدم اگه تو بلد باشی یه دیل خوب میبندی. اینو حتما بلد باش. مرحله هفتم، هر پولی که از بیزینس در میاری رو اینوست کن. هیچ کسی توی کل کره زمین با پول سیو کردن، پول جمع کردن پولدار نشده. هیچ کس باید پولتو اینوست کنی. هر پولی که این بیزینس این هواپیما میونه، مومنتوم داره رو به جلو حرکت میکنه. تو اگه پولی که داره بهت میده رو ورداری بری خرج عللی تللی کنی، این مومنتومش از دست میده. باید هی بکنی تو خودش، خرج تبلیغات بکنی، خرج تولید محتوا بکنی، تولید محتوای خفن بکنی، نمیدونم نیرو استخدام بکنی، کارتو بزرگتر بکنی. باید هی تو این پوله رو خرج این هواپیما بکنی، وگرنه این مومنتومش از دست میده. باید هی بهش مومنتوم بدی، پول خرج خودت بکنی، خرج یه دوره آموزشی برای خود بکنی. اینوست داری میکنی، پول سیو نمیکنی. پول باید 24 اینوست بشه. این مرحله رو من خیلی دوست دارم. ساخت سیستم. من یه مثلی دارم، میگم که کار کردن برای خره. تو باید کار کنی که کار نکنی. تو باید تمام کارا رو دلیگیت کنی، تمام کارا رو برون سپاری کنی. هر کاری که تو میکنی اگر اون کارو یه کسی دیگه میتونه انجام بده باید نکنی، باید بسپری اون یه نفر انجام بده. اگر تو کاری داری انجام میدی که کسی دیگه ای اصلا غیر ممکنه انجام بده، خب تو انجامش بده تا زمانی که تو به یکی دیگه یادش بدی اون جای تو انجام بده.
ولی تو باید هر طور شده باید برون سپاری کنی. یعنی این چیزیه که هر بیزینسی باید انجام بده، هر کارآفرینی این کار رو انجام میده. تو کارآفرین باید کارش این باشه که یه بیزینس میزنی، بیزینس رو سیستم میکنی، میری سراغ کار جدید، یه بیزینس دیگه، دوباره میزنی کار میکنی، دوباره سیستمش میکنی، میری یه بیزینس دیگه، یا خودت میری آپدیت میکنی. این سیستم بشه تو وقت داری خودتو به روز کنی. این سیستم بشه تو وقت داری واسه خیلی کارهای دیگه. خیلی مهمه. نهم، اسکیل کردن، اسکیلینگ. تو کارتو باید بزرگش کنی، گستردش کنی. یعنی چی؟ تو زمانی که اون کارتو سیستم کردی باید هی بزرگش کنی. تیم بهتر، تبلیغات بهتر، تولید محتوای بیشتر، بهتر، گرونتر، هی بهتر، بزرگتر. این کارت هی باید اسکیل بشه تا پول بیشتر بیاد توش. مرحله دهم اینو با یه مداد طلایی یا با یه مداد قرمز با یه یه رنگ خیلی خاص بنویس که هیچ وقت یادت نره. این من فکر میکنم از همه این مراحل مهمتره. این چیه؟ صبور باش. اگر بیزینس تو داری انجام میدی و صبور نباشی و اون بیزینس تو، اون پروداکت تو نسازی، ساخت انجام ندی، طمع بکنی، بخوای مثلا زود پول در بیاری، اون بیزینس شکست میخوره. ولی اگه تو صبور باشی، با صبوری هی ساخت انجام بدی، پروداکت تو هی بهتر بکنی، پشت پرده هی بسازی، نتیجه وحشتناک میگیری. مثالش که بگم قشنگ براتون جا بیفته، مثالش حالا نمیدونم گیمر هستین یا نه، شرکت راکستار الان جی تی 6 رو داره میده، 2 بار تأخیر خورده. چرا؟ چون صبوره، نمیاد طمع کنه سری به خاطر پول محصولشو بده بیرون. براش مهمه، صبوره، اول محصولشو کامل میسازه با کیفیت خوب، چیز خوب تحویل مردم میده. مثالی که هست صبور نیست و طمع کرده میشه شرکت یوبیسافت اوایل خیلی خوب بود، ولی الان هر ماه مثلا یه اساسن کرید داره میاد، اساسن کرید ایکس، اساسن کرید ایگرگ، اساسن کرید اون یکی بدتر. چون اینو نداره، صبور نیست، نمیاد مثلا یه پروداکت خفن بسازه با صبوری. این خیلی مهمه. این شما رو بیلیونر میکنه. این مهارت شما رو بیلیونر میکنه. یعنی شما با صبوری اون محصول و اون ساختتو انجام بدی، طمع نکنی. همه اینا رو که انجام دادی میشه یه بیزینسمن خوب. بعدش میتونی برای رفیقت اینجوری کادو بخری. ویدیوشو میذارم اینجا، دوست داشتید ببینید. من یه کادو خریدم براش. دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، نمیدونم چیه مثلا بقیه شینم بکنید، هر چی هست. دوست نداشتیدم نکنید، اجباری نیست. مخلصم. تمام.